اگه بعد از پیدا کردن یک اکانت مخفی توی گوشی زنت همون لحظه بری و بگی همه چیز رو من فهمیدم، ممکنه تنها شانس فهمیدن حقیقت رو از خودت بگیری. یه صحنه رو برات به تصویر میکشم. گوشی زنت رو برداشتی، پارتنرت رو برداشتی، چند دقیقه بعد با یه چیز عجیب غریبه برخورد کردی، یه چیزی که قبلا ندیده بودی یا بهت نگفته بودی، یک اکانت دوم. احساس چیه اون لحظه؟ شوکه شدی؟ عصبی شدی؟ ترسیدی؟ یا شاید خودت بگو بهم چه احساسی؟ احساس این که تمام چیزهایی که درباره رابطت فهمیدی و فکر میکردی فرو ریخته. اینجا دقیقاً همون لحظه ای هستش که بیشتر مردها اشتباه میکنن. وقتی که اکانت مخفی رو پیدا میکنند میخوان بیشتر واکنش بدن در مورد اون اکانت مخفی. اما صبر کن، قبل از اینه که بخوای پارتنرت رو مورد قضاوت قرار بده یک سوال از خودت بپرس. اگه این اکانت رو پیدا نمی کردی، آیا تا دیروز احساس می کردی که رابطه‌ات امنه؟ به این سوال فقط در ذهنت جواب بده، چون چند دقیقه بعد میفهمی که چرا خیلی مهم بوده. اولین وسوسه چیه؟ اینکه همون لحظه بری و بگی من همه چیز رو فهمیدم، من گوشیت رو چک کردم. خیلی منطقیه، حتما این کارو بکن. خیلی منطقیه. اما اینجا یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. از همون لحظه رفتار طبیعی پارتنرت کاملا تغییر میکنه، تموم میشه. دیگه هر حرفی که میزنه و هر توضیحی که بهت میده و هر واکنشی که نشون میده ممکنه تحت تاثیر این باشه که فهمیده تو ماجرا رو متوجه شدی، دیدی. یعنی چی؟ تو دیگه رفتار عادی از اون زن نمیبینی، واکنش به لو رفتن رو میبینی و این دوتا خیلی با هم متفاوت هستش. اما وایستا همینجا استوب کن. اگر قرار نیست همه چیز رو همون لحظه بهش بگی، پس باید سکوت کنی، حرف نزنی؟ نه. اینجاست که باز هم بیشتر مردهای ما اشتباه تصمیم میگیرن و عمل میکنن. شاید فکر کنی سوال اصلی اینه اکانت مخفی یعنی خیانت یا نه؟ اما نه، این سوال اصلی نیست. سوال واقعی این هستش که بعد از پیدا کردن یک اکانت مخفی آیا هنوز شواهد دیگه وجود داره که همون نگرانی تو رو بخواد تایید کنه؟ چون این سوال خیلی مهمه. چرا واقعا؟ چون یک اکانت فقط از دل یک تکه پازل در میاد. اگه هیچ نشونه دیگه وجود نداره، ممکنه خیلی برداشت عجولانه انجام دادی. اما اگه در کنارش پنهانکاری تکرار شد، تناقض در رفتار، در گفتار، تغییرات رفتاری دیده شد، اون وقته که موضوع فقط به یک اکانت بر نمیگرده. اینجا دیگه داستان فرق میکنه. و حالا میرسیم به مهمترین اشتباهی که کمتر کسی در موردش صحبت کرده. اگه تصمیم بگیری که چیزی نگی ولی هر روز گوشی رو چک کنی، هر روز دنبال مدرک بگردی، شاهد بگردی، هر روز رفتارها رو زیر نظر بگیری، در واقع وارد رابطه شدی که اعتماد در اون جایگاه خودش رو به کنترلگری داده. و این یعنی چی؟ حتی اگه پشت اون اکانت هم هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، به تنهایی میتونه رابطت رو فرسوده کنه، خودت رو فرسوده کنه. از طرف دیگه اگه بدون هیچ گفتگویی و فقط بر اساس شواهد و همون کشف اولیه هم بخوای تصمیم بگیری، ممکنه که مهمترین فرصت فهمیدن واقعیت اون ارتباط رو از خودت بگیری. پس چی کار باید بکنی؟ تو بگو به من. آیا باید گوشی رو چک کرده بذاری کنار؟ فقط پیش خودت بگی یک اکانت پیدا کردم، هیچ نشونه جدی دیگه وجود نداره. بهتره به جای شروع به اتهام یا اعتراف مثلا هیجانی، یک زمانی رو انتخاب کنی که آرامش برقراره و دوباره همون موضوع رو خیلی شفاف و بدون اینی که بخوای خشم خودت رو نشون بدی صحبت کنی با طرفت.
اما اگر علاوه بر اون اکانت یک الگوی تکرار شونده تکراری تو در روابطت ببینی، یک تناقض، یک شکستن مرزهای توافق شده در گذشته وجود داشته باشه، نادیده گرفتن موضوع هم تصمیم درستی نمیتونه باشه. گفتگوی صریح و بررسی واقعیت میشه قدم بعدی تو. پس پاسخ این نیست که همیشه بگی مثلا سریع بری مطرح کنی یا اینکه بخوای سکوت اختیار کنی. پاسخ بستگی داره به شواهد، اون چیزایی که دیدی، نه فقط به اون شوک اولیه که بهت وارد شده. اگه تو جای این مرد بودی، فکر میکنی کدوم اشتباه خطرناک انجام میدادی؟ روی عصبانیت تصمیم میگرفتی یا نه صبر؟